خدمت شما عزیزانم سلام عرض می کنم. من هم کریسمس رو و همینطور سال نو رو خدمت شما تبریک عرض می کنم. امیدوارم که در صحت و سلامتی کامل به این سال نو اومدید، گرچه سلامتی این روزها یه مسئله مهمی هستش. بله، مدت زیادی است که شما عزیزان رو حقیقتا ندیدم، دلم براتون تنگ هست، ولی سفرها وقتی که پشت سر هم ردیف میشن و آدم نمیدونه که ممکنه سفر بعدیش اصلا بتونه بره یا نره، اینه که میخواد همه کارها رو با هم انجام بده. بله، حتما بعد ادوارد در خدمتون خواهم بود، سعی خودم رو خواهم کرد. راستش رو بخواید 2 روز پیش ما وارد سال تازه شدیم، ولی وقتی که وارد سال تازه شدیم با کوله بار بسیار سنگینی وارد سال تازه شدیم و مثل قبل انگار نیستش. حتی اگر دقت کرده باشید بزک دوزکایی که در کریسمس امسال همه جا بود، همه جا رو تزیین کرده بودن، چراغ‌ها و فلان‌ها و بهمان‌ها، زیاد چنگی به دل نمیزد. انگار که مردم چیز تازه‌ای رو درش نمیدیدند، انگیزه‌ای برای جشن گرفتن نداشتند و برای همین هم حتی برای سال نو هم شما اگر باز دقت کرده باشید خبری نبود. چرا؟ برای اینکه کوله باری که باهاش وارد سال 2022 شدیم سنگینه. کرونا کماکان هست، ماسکا کماکان روی صورتتون قرار داره. اونطور که از اخبار داریم میبینیم وضعیت جوی، آب و هوا، نمیدونم آب شدن قطب، برفای قطبی اینا کماکان ادامه داره و سخت‌تر داره میشه. و اگر باز نگاه بکنیم میبینیم که دنیا از نظر اخلاقی بیشتر سقوط کرده و در مملکت خود ما هم که بدبختی ها به میمنت رژیمی که وجود داره ادامه داره. از کرونا بگیر و گرسنگی و اعتیاد و خودکشی و افسردگی و فقر و فحشا همینطور ادامه بده. و فکر نمی کنم که اینها انگیزه‌ای به ما میدن که چیزی رو جشن بگیریم. بنابراین چیزی که الان در ابتدای سال 2022 برای ما باقی هست این سواله: در یک چنین وضعیتی من چطور میخوام سال 2022 رو زندگی بکنم؟ چگونه میخواهیم سال 2022 رو با این همه مسائلی که داریم و بدتر هم خواهد شد زندگی بکنیم؟ داشتم فکر میکردم که بله، این مسائلی که گفتم برای ما انگیزه برای جشن گرفتن نمیده، ولی لااقل میتونه برای ما زنگ بیداری باشه که بیدار بشیم که اولویت هامون رو دوباره از سر نو بچینیم، با توجه به این وضعیت ها، با توجه به این شکنندگی دنیا، با توجه به این امیدهایی که همه مثل حباب‌های روی آب ترکیدند و رفتند. من سال 2022 رو چطوری میخوام زندگی بکنم؟ صحبتی رو که میخوام با شما در میون بذارم شاید نتونم تمومش بکنم برای اینکه مطلب زیاد هستش، ولی میخوام بهتون انگیزش بدم لااقل از همین ابتدای سال روی اولویت هاتون یه خورده فکر بکنید. بذارید از کلام خدا براتون بخونم از دوم تیموتائوس فصل 2 دوم تیموتائوس از آیات 1 تا 7. ولی بذارید یه توضیحی قبل از خوندن این متن بهتون بدم. این آخرین نامه‌ای هستش که پولس می‌نویسه، که اتفاقاً این نامه رو هم از زندان می‌نویسه و پولس خیلی خوب می‌دونه که به زودی اعدام خواهد شد. برای همین هم چون آخرین حرف‌های یک فردیه که به زودی اعدام خواهد شد، این نامه خیلی برای ما حائز اهمیت میشه، برای اینکه نوشته‌های فردی که میدونه فرصت دیگه‌ای رو نداره و داره مهمترین چیزهایی رو در آخرین لحظات زندگیش با ما در میون میذاره. و جالبش این هستش که
این رو به کلیسا نمی نویسه. پولس تحت الهام روح القدس داره این رو به شخص می نویسه و این تصادفی نیست. با اینکه تیموتائوس رهبر کلیسای افسوس و کلیساهای توابع هستش، ولی پولس این رو به شخص می نویسه، به تیموتائوس و به تیموتائوس هایی که قرار در کلیسا باشند و امروز به تیموتائوس های کلیسای ایرانیان شمال لندن. بذارید این قسمت رو براتون میخونم. پس تو ای فرزند من فریدون، شما میتونید اسم خودتون رو قرار بدید. پس تو ای فرزند من هوان، شیما و ادامه بدید، برای اینکه شخصی این نامه برای شخص شما نوشته شده. در فیضی که در مسیح عیسی است زورآور باش و آنچه به شهود بسیار از من شنیدی به مردمان امین بسمار که قابل تعلیم دیگران هم باشند، چون سرباز نیکوی مسیح عیسی در تحمل زحمات شریک باش. هیچ سرباز خود را در امور روزگار گرفتار نمی سازد تا رضایت آنکه او را سرباز ساخت بجوید. و اگر کسی نیز پهلوانی کند تاج را بدون نمیدهند اگر به قانون پهلوانی نکرده باشد. برزگری که مهنت میکشد باید اول خود نصیبی از حاصل برده باشد. در آنچه میگویم تفکر کن، زیرا خداوند تو را در همه چیز فهم خواهد بخشید. پولس در این متن به شما عزیزان، به شما تیموتائوس ها داره اینو مطرح میکنه که در زندگی که در 2022 در مقابل خواهید داشت، اولویت هاتون رو چجوری باید بچینید و چجوری باید زندگی بکنید. دیگه گذشت از این که ما بخواهیم شما رو هی تشویق کنیم در حالی که میبینید که دنیا در چه وضعیتی قرار داره و شما به چیزهای بیشتر از تشویق احتیاج دارید. بنابراین اولویت هامون رو درست بچینیم. اگر دقت کنید در این متنی که برای شما خوندم، متن در ترجمه فارسیش با پس شروع میشه، با بنابراین شروع میشه. بنابراین باید بپرسید در اینجا پولس بنابر چی داره صحبت میکنه؟ بنابر آنچه که در قبل از این متن داره مطرح میشه. در فصل 1 به فصل 1 اگر نگاه بکنید می‌بینید که پولس به تیموتائوس و به تیموتائوسا داره مطرح میکنه که من از ایمان بیریای تو خبر دارم، من از ایمان بدون چهره بعدیش خبر دارم، میدونم که ماسک روی ایمان تو نیست، ایمان تو خالص هستش. و همینطور پولس داره صحبت میکنه از اون کلامی که میگه که تو تیموتائوس اون رو از مادرت، نه فقط از مادرت بلکه از مادر بزرگتم نه فقط شنیدی، بلکه اونها کلام رو در حالی که به تو تعلیم میدادن جلوی چشم تو اون رو زندگی کردن. پولس در فصل اول صحبت از اون عطایی میکنه که میگه با دستهای مقدس که بر تو گذاشته شد و مهر شد اون عطا رو تو داری. و بعد پولس در فصل اول از رنج‌هاش صحبت میکنه که چطور به نام عیسی، به خاطر عیسی مسیح، به خاطر شهادت عیسی مسیح این رنج‌ها و سختی‌ها رو میکشه. و همینطور از افرادی داره صحبت میکنه که کم آوردند، در نیمه راه افتادند برای اینکه اونها اون قدرتی رو که میبایست میداشتن که ادامه بدند متاسفانه نداشتند. و پولس بر اساس این چیزهایی که در فصل اول گفته برمیگرده میگه بنابراین ای فرزند من فریدون، بنابراین ای تیموتائوس، بنابراین ای حسین، ای مریم، در آن فیضی که در مسیح عیسی هست زورآور باش، قوی باش،
و جالبه که لغت این زورآور باش، قوی باش در زبان یونانیش اندونامو، این لغت استمراریه. میگه که تو قوی باش و قوی بمان و در قوی ماندن ادامه بده، برای اینکه احتیاج داری به این قوی ماندن. ما در این آیات عزیزان زندگی نرمال مسیحی رو داریم میبینیم. در بطن تمامی مشکلاتی که الان با اون روبرو هستیم، دیگه همه ما خوب میدونیم که خیلی از چیزها صرفاً با دعا کردن، با یه بشکن از بین نمیره. بسیاری فکر میکردن که زندگی مسیحی زندگی سحرآمیزه، مجیکه، دنیای والت دیزنیه، همه چیز آنم با یه دعا حل خواهد شد. ولی خیلی خوب متوجه شدیم که زندگی مسیحی در بطن واقعیت داره زندگی کرده میشه، در بطن دنیایی داره زندگی کرده میشه که سقوط کرده است، دنیایی که به طرف خوبی نخواهد رفت. کلام خدا را اگر شما بخوانید، اگر همینطور همین فصل رو ادامه بدید، از آیه 7 به بعد بخونید، ببینید پولس چی میگه. میگه در زمانهایی که در پیشه حقیقت عوض خواهد شد، خیلی ها دروغ رو جای حقیقت مطرح خواهند کرد، خیلی ها خواهند افتاد، خیلی ها رنگ سفید رو سیاه خواهند کرد. خودفریبی نکنید. پولس داره میگه تیموتائوس و تیموتائوسا، تو احتیاج داری که نه فقط در فیضی که در مسیح عیسی زورآور باشی، بلکه لازم داری که زورآور ادامه بدی. و برای اینکه این اتفاق بیفته تو احتیاج داری که به شکل درست از قوت پر بشی، نه به شکل چاخان، نه به شکل تلقینی، بلکه به شکل درست از قوت پر بشی که بتونی ادامه بدی. برای اینکه تحمل این سختی ها، تحمل این عذاب ها، تحمل آن چیزی که در پیش روست احتیاج داره که آن قوت درستی رو که تو نیاز داری داشته باشی و درش بمونی. اگر به وضعیت پولس، کسی که داره این نامه رو می‌نویسه، نگاه بکنیم، اتفاقا مطلب رو خیلی درست درکم می‌کنیم. کسی که داره این نامه رو می‌نویسه از یک هتل 5 ستاره نمی‌نویسه. در این کاخ و کوخایی که در اطراف خودمون در منطقه بالای شهر می‌بینیم نمی‌نویسه. حتی از خانه شخصی خودش هم نمی‌نویسه. حتی از زندان هم نمی‌نویسه. جایی که این شخص داره این نامه رو می‌نویسه یه چاهیه به اندازه 1 متر مربع و یه چیزی اندازه 2 متر و در اونجا قرار داره و در بالای سرش دهنه این چاه یه دونه اون چیزهای شبکه‌ای هست، آهنای شبکه‌ای که گذاشتن، از اون چیزهایی که برای روی فاضلاب و اینا میذارن. و این شخص فقط میله ها و بعد میله ها رو میبینه که نور بیاد به وسط. این وضعیت کسیه که عنقریب قراره اعدام بشه. این کاری بود که رومی ها میکردند و این بار پولس میبینیم که باز اسیره. بله، در اون اسارت قبلیش که 4 نامه رو نوشته بود، پولس آزاد میشه و میخواد که به اسپانیا بره اونطور که به رومی ها قولشو داده بود، ولی متاسفانه این اتفاق نمیفته. دوباره دستگیر میشه و این بار نرون، امپراتور سفاک روم، تصمیم داره که پولس رو بکشه و این کار رو هم میکنه، میکشدش. و یک چنین فردی آخرین حرفای مهم خودش رو به تیموتائوس، به من و تو دوست عزیز من، داره می نویسه. روح خدا پولس رو داره هدایت میکنه که این کلمات رو برای من و شما که اسم تیموتائوس رو داریم بنویسه. میپرسی که در سال جدید، در بطن این مشکلاتی که با خودمون به سال 2022 آوردیم، چطور باید زندگی بکنیم در این وضعیت نابسامان اقتصادی، در این روزهای ذلیل پناهندگی که هموطنان ما در اغلب ممالک دنیا در این وضعیت هستند، در تنهاییامون، در غریبی‌هامون، در غربت
قدرت هامون چطور زندگی بکنیم، پولس داره مطرح میکنه در آن فیضی که در مسیح عیسی هست زورآور باش، قوی بمان، برای اینکه روزهای به مراتب بدتر در راه هستش و تو احتیاج داری از قوت پر باشی. و قوتی که پولس داره ازش صحبت میکنه یک قوت درونی هست، قوت درونی که در انسان قوت برای تحمل به وجود میاره، در انسان قوت برای این به وجود میاره که هدفمند تحمل کنه. این حرف رو پولس قبلا هم گفته. اگه به رومیان فصل 5 نگاه کنیم در اونجا میگه که به خاطر ایمان ما عادل شمرده شدیم و به خاطر همون عادل شمردگی سلامتی داریم نزد خدا. و بعد مطرح میکنه نه فقط سلامتی داریم بلکه میتونیم بیاییم در حضور خدا، به حضور خدا دخول داریم. و لغت دخولی که در اونجا گفته در واقع پناه گرفتنه، میتونیم در خدا در امنیت پناه بگیریم. و بعد مطرح میکنه فیض رو و میگه و در آن فیضی که واقعا داریم بهش فخر میکنیم و از طریق عیسی اون رو به دست آوردیم، میگه پایدار هستیم. تلیپسیس، پایدار هستیم، تحمل میکنیم، صبوریم، بردباریم، هدفمند. اگر از این قوت درونی پر باشیم سختی ها رو هدفمند، نه اینکه چاره‌ای جز تحمل نداریم بلکه هدفمند میتونیم ادامه بدیم و نسبت به خدا و وعده ها و حرف های خدا بی اعتماد نشیم. پولس میگه در آن فیضی که در مسیح عیسی است زورآور باش. پولس در اینجا فقط از فیض صحبت نمی کنه. عزیزان من، متاسفانه این واژه فیض این روزها چنان صحبت آکادمیک شده، چنان صحبت الهیاتی شده که فقط انگار به درد بحث کردن روی کلمه فیض انگار که باید روش فقط بحث بکنیم، در حالی که پولس در اینجا نمیگه که خدا به ما فیض داد. نه، پولس داره مطرح میکنه، میگه خدا به ما خداوند فیض رو داد، یعنی عیسی رو داد. عزیزان من، فیض بدون خود عیسی مسیح صرفاً یه تفکر ذهنیه و ما رو از قوت زورآور نمیکنه. تنها کاری که میکنه اینه که ما خودفریبی بکنیم و فکر کنیم که فیض هست، هاللویا، خدا گناهان منو میبخشه، هاللویا، پس هی بخشیده شدم، من بخشیده شدم. ولی زمانی که زمانهای سخت میاد میبینیم این فیضی که جدا از عیسی مسیح به درد روزهای سخت ما نمیخوره و اون وقت حرفای خدا رو بهش بی اعتماد میشیم. فیض بدون خود عیسی مسیح بی فایده است. پولس داره در اینجا مطرح میکنه که آن فیضی که در عیسی مسیح هستش. میدونید داره پولس چی میگه؟ میگه خدا به ما عیسی مسیح رو داد که بتونیم باهاش در رابطه دو طرفه باشیم، بتونیم باهاش هر روز زندگی کنیم، بتونیم باهاش چهره به چهره بشینیم و صحبت بکنیم و هر روز از این مشارکت، این که ما میتونیم در حضور خدا پناه بگیریم، لذت ببریم و این ما رو از درون از قوت پر میکنه. میدونید رابطه دو طرفه با عیسی مسیح چی کار میکنه؟ اولا اینکه ما کاملا باور داریم که خداوند ما از مردگان زنده شده. ما کاملا باور داریم که این خداوند در آن قدرت الهی خودش به آسمان صعود کرده و ما باور داریم که این خداوند یک روز برخواهد گشت و ما باور داریم که او برای من برخواهد گشت و به خاطر این باور این میشه یک امید مبارک. و چون این عیسی رو من باور دارم، این امید وجود منو از قوت پر میکنه
و میتونم در این امید ادامه بدم و این امید میشه واقعی ترین چیزی که میشه در این دنیایی که واقعیت ها دائم در حال عوض شدن هستند بهش دست بزنم، دستمو بهش بذارم و نذارم که از من بره. امید واقعی که میتونه زندگی منو پر بکنه. بله امسال ما روی این مسائل، روی این واقعیت ها تکیه خواهیم کرد برای اینکه اگر با عیسی در رابطه دو طرفه هستیم اینها همه معنی درست خودش رو پیدا میکنه، ولی اگر ما با عیسی در رابطه دو طرفه نیستیم، فیض خالی بدون عیسی مسیح ما رو از قوت زورآور نخواهد کرد. خدا به ما عیسی مسیح رو داد و فیض در عیسی مسیحه. بدون عیسی فیضی در کار نیست، قوتی در کار نیستش. کسی که این سخنان رو می نویسه در زندان قبلی خودش که نسبت به این زندانی که توش هستش هتل 5 ستاره هست، باز هم یه سری چیزها رو نوشته. در اونجا داره مطرح میکنه، میگه میدونید چیه؟ این زندان فرصتی بود که من بشینم فکر کنم. من همه چیز رو داشتم، ولی وقتی که نشستم و شروع کردم اولویت هام رو چیدن و اولویت ها رو درست چیدم، آنچه مرا سود می بود آن را به خاطر مسیح زیان دانستم. به راستی هم که همه چیز را به خاطر ارزش والایی که شناخت خداوندم مسیح عیسی دارد زیان می دارم، که به خاطر او همه چیز رو زیان کردم و فضله شمردم تا سود من مسیح باشه و در وی یافت شوم، نه با صالح بودن خود که از شریعته، بلکه با آنکه از طریق ایمان به عیسی مسیح حاصل میاد، یعنی صالح بودنی که از خدا و بر اساس ایمانه. و حالا اینجا رو و تا او را و قوت زنده شدن او را و شراکت در رنجهای او را بشناسم. شناختن یک تجربه دو طرف است. بشناسم، نه اینکه یه مفهوم ذهنی داشته باشم، بلکه این زندگی منه. بشناسم، با مرگ او مشابه کردم تا به هر طریق به زنده شدن از مردگان برسم. نه این که تا به حال به چنگ آورده یا تا به حال کامل شده باشم، ولی در پی آن میکوشم، بلکه شاید آن را به دست آورم که برای آن مسیح نیز مرا به دست آورد. ای برادران، گمان نمیبرم که من به دست آوردم، لیکن یک چیز میکنم، آنچه در عقب است فراموش کرده، به سوی آنچه که در پیش است خود را کشیده در پی مقصد میکوشم. نمیگه خدا این کارها رو برای من خواهد کرد، میگه من اولویتمو درست چیدم و الان اولویت من برای سال 2022 این هستش. آنچه که در 2021 هست، تمامی اون شکستایی که داشتم، تمامی اون قصور، همه رو گذاشتم کنار. دارم به جلو نگاه میکنم، دارم اولویت هامو درست میچینم، در پی مقصد میکوشم به خاطر جایزه دعوت والای خدا که در مسیح عیسی است. ای برادران من، با هم از من نمونه بردارید و توجه کنید آنانی را که مطابق نمونه‌ای که در ما دارید رفتار میکنند، زیرا که بسیاری رفتار مینمایند که ایشان را بارها به شما خاطر نشان کردم و حال نیز با گریه خاطر نشان میکنم که دشمنان صلیب مسیح میباشند، که سرانجام ایشان هلاکت است و خدای ایشان شکم ایشان، فقر ایشان در ننگشان و چیزهای دنیوی رو اندیشه میکنند. اما وطن ما در آسمان است که از آنجا نیز نجات دهنده، یعنی عیسی مسیح خداوند را انتظار میکشیم که شکل بدن ذلیل ما را تبدیل خواهد نمود تا به صورت بدن مجید او درآید، مطابق عمل قوت خود همه چیز را مطیع خود بگرداند. در نامه‌ای که به فیلیپیان می‌نویسه پولس، وطن ما در آسمان است که از آنجا نیز نجات دهنده خود، یعنی عیسی مسیح خداوند را انتظار میکشیم.
قدرت فیض اینه، در واقعیتی متمرکز میشه که امید مبارکشه و واقعی ترینه براش و براش چشم انتظاره. آن چیزی که پولس رو در اون چاه 2 متری قوت میداد اتفاقا چقدر خوب بود که فقط آسمان رو داشت میدید و این قدرت رو داشت که ادامه بده، برای اینکه میدونستش که وطنش آسمانه و میتونه منتظرش باشه. و میره به مورد بعدی. جالبیش اینه که امسال هدف اول ما اینه و هدف دوم ما: و آنچه به شهود بسیار از من شنیدی به مردمان امین بسپار که قابل تعلیم دیگران هم باشند. همین رو به فیلیپیان هم گفت. در زندان پولس داره روی یک چیز فکر میکنه، اینکه فرد ما آن امید مبارک و واقعی رو داشته باشیم، آن ایمان درست رو داشته باشیم، اولویت‌هایمون رو درست چیده باشیم. و بعد مطرح میکنه که میدونید چیه؟ وقتی که این اولویت رو درست چیدی، اون موقع شروع کن به سرمایه گذاری روی زندگی دیگران. آنچه به شهود بسیار از من شنیدی. منظور پولس از شهود چی هستش؟ آنچه که در مقابل تو، در مقابل چشمان تو هم زندگیش کردم، هم تعلیمش دادم. تو شاهد بودی، خیلی ها شاهد بودند. تو با چشمان خودت دیدی که من زندگی کرد، چطور زندگی کردم و برای تو نمونه گذاشتم. به فیلیپیان هم میگه نمونه بردارید از اونایی که در میان شما هستن. فقط من نمونه نیستم، در میان شما خیلی ها نمونه هستن که میتونید از اونها نمونه بردارید. و پولس داره مطرح میکنه که تو تیموتائوس، آنچه رو که تو از من مدل برداشتی اون رو به افراد امین بسپار. چجوری؟ پولس چه جور مدلی از خودش در مقابل چشم تیموتائوس گذاشته بود؟ مدل صحیح. عزیزان، زمانی که ما با قدرت فیض در زندگیمون داریم زندگی میکنیم و این رو در زندگیمون قوی نگرش داشتیم، زندگی ما عوض میشه، مدل میشه برای دیگران. حتی ترسی هم نداریم از اینکه به دیگران بگیم میدونی چیه، تو به زندگی من نگاه کن، از زندگی من مدل بردار، اوکی هستی. حتی این جرأت رو هم میتونیم در زندگیمون داشته باشیم و این یعنی شاگرد سازی، این یعنی منتورینگ، این یعنی این که من دست یک نفر دیگر رو بگیرم و بهش بگم میدونی چیه، زندگی نرمال مسیحی رو میشه زندگی کرد. باور نمی کنی؟ منو نگاه کن، اگر من میتونم تو هم میتونی. و این بزرگترین نیاز کلیساست، داشتن مدل‌های درست. نیاز کلیسا بیشتر از هر چیز تعلیم ها نیست، بیشتر از هر چیز جلسات نیست، بالاتر از هر چیز اینه که ما در کلیسا تیموتائوس ها داشته باشیم که مدل درست هستند و مردم میتونن خیلی راحت اونها رو نگاه بکنن و از اونها نمونه بردارند. این اون الهیات عملی هستش که در زندگی ما شکل عملی به خودش میگیره و اولین جایی که باید در آن ما عزیزان نمونه باشیم در مقابل چشم دیگران، چشم اونهایی که میخوایم در زندگیشون سرمایه گذاری بکنیم، پاکی هستش. پولس یک همچین نمونه‌ای رو برای تیموتائوس گذاشته بود. در ابتدای نامش میگه شکر میکنم آن خدایی رو که از اجداد خود با وجدان خالص دارم بندگی او رو میکنم. وجدان خالص، وجدان پاک. اتفاقا در یونانیش این خالص بیشتر معنی پاک رو میده. با وجدانی تمیز دارم اونو غلامیش میکنم. لغت وجدان اتفاقا لغت خوبی هستش.
از یونانی اومده به لاتین، از لاتین اومده به انگلیسی و الان شما در انگلیسی لغتی به اسم کانشس دارید، ولی در یونانیش در واقع کانشس نیست. اگر بخوام انگلیسیش بکنم در یونانیش میگه کان ساینس. ساینس یعنی شناخت، یعنی علم، یعنی دانش. کان یعنی مطابق با اون، مطابق با معرفت. پولس میگه که من این خدا رو مطابق با معرفت غلامیش کردم و این لغت در واقع همیشه با انتخاب‌های اخلاقی ما سر و کار داره. در زمینه‌های اخلاقی ما چه انتخاب‌هایی رو می‌کنیم و پولس داره مطرح می‌کنه که من وجداناً می‌دونم پاک هستم برای اینکه در زمینه‌های اخلاقی دائم انتخاب‌های درست رو انجام دادم. چرا؟ برای اینکه فیض در زندگی من داره به قوت عمل می‌کنه. میتونم تشخیص بدم که داره چه اتفاقی میفته. یه خانومی هست به اسم مارگریت سنگستر. این با اون شاعر معروف قرن 19 فرق داره. این فردی گمنامه، یک مددکار اجتماعی هست. یه روزی در یکی از اجتماعات مددکاران برای دوستان خودش اینجوری تعریف میکرد که من براتون ترجمه کردم. داره میگه، به اونها داشت میگفت روزی در یکی از این حلبی آبادها پسر بچه‌ای رو در وضعیت نزار پیدا کردم که زیر یک راه پله آهنی پشت بنای آپارتمانی بالا بلند زندگی میکرد. این پسر بچه به همه چیز شباهت داشت تا به یک پسر بچه. قبلا ماها قبل با ماشینی تصادف کرده بود و به علت عدم رسیدگی به او در حالت فلج به سر می برد. با اینکه در حیطه مسئولیت من نبود او را به بیمارستان بردم و با چند عمل جراحی و فیزیوتراپی توانستیم وجود فلج او را دوباره به حالت اول برگردانیم که بتواند راه رود. میدانید برای این کار چقدر تلاش کردم، این خانم میگه، و جهت انجام این عملهای گران قیمت با چه زحمتی پول فراهم کردم. سخن را کوتاه کنم، 2 سال بعد از ورود این پسر بچه به بیمارستان او با پای خود به دفتر من در اداره مددکاری آمد. چقدر متحیر بودم. کاملا صاف و نرمال راه میرفت، حتی کوچکترین لنگی هم نداشت. همدیگر رو با آغوش کشیدیم. تمامی اداره با من شادی میکرد. آن روز به خود گفتم اگر در زندگی خود هیچ کاری نکرده باشم، لااقل الان میتونم به جرأت بگم که در زندگی این فرد تغییری بزرگ به وجود آوردم. و وقتی که صحبتش به اینجا میرسه مکس میکنه و بعد ادامه میده. فکر میکنید الان این پسر بچه کجاست؟ و در مقابل این سوال مردم شروع کردن به دادن پاسخهای مختلف. معلم مدرسه، دکتر، شاید هم مددکار اجتماعی. وقتی که نظرات مردم تمام شد، مارگریت با حسرتی زیاد گفت متاسفانه نه. این شخص الان به خاطر بدترین جنایتی که کسی میتونست مرتکب بشه در زندان محبوسه. و بعد صحبتش رو اینجوری ادامه داد. من وسیله‌ای بودم که به او تعلیم بدم که چطور دوباره راه بره. ولی متاسفانه کسی نیست که به او نشون بده که در کدام سو، کدام جهت، به دنبال چه هدفی راه بره. ما میتونیم در اینجا به شما تعلیم بدیم که الهیات درست چیه، ولی شما بیشتر از این احتیاج دارید. کلیسا بیشتر از این احتیاج داره. کلیسا احتیاج داره که به شکل عملی مردمی در مقابل چشش باشن که به اونها بگن در چه مسیری، در چه هدفی جلو بره. و اینجاست که ما
اتفاقا در هدف دیگرمون میخواهیم به قوت عمل کنیم. زمانی که شما از فیض عیسی مسیح، از اون فیضی که در عیسی پر هستید، میتونید نمونه هایی باشید که به دیگران بگید از من نمونه بردار، من به تو نشون خواهم داد که در چه هدفی به چه شکل درستی بتونی جلو بری. مدل صحیح در مقابل چشم دیگران. پولس یک چنین مدلی بود. برای همینم بهش میگه ببین آن چیزی که به چشم خودت دیدی و به گوشات از من شنیدی و نه فقط تو بلکه خیلی ها این رو شاهد بودند، اونی رو که داری بده به دیگران. فردی که مدل هستش در وهله اول از پاکی، از انتخاب‌های درست در زمینه اخلاقی برای دیگران مدل میذاره. و چقدر ما مخصوصا در این روزها که دنیا از نظر اخلاقی سقوط کرده است به این احتیاج داریم. و مربی صحیح نه فقط از مدل صحیح استفاده میکنه برای دیگران، بلکه دیدگاه صحیح رو هم در مقابل چش دیگران میذاره. فقط یک متنی رو باز از پولس بخونم که دیدگاهی که در مقابل چش تیموتائوس گذاشته بود چه بود. در همون فصل اولش: پس از شهادت خداوند ما عار مدار و نه از من که به خاطر او زندانی می باشم، بلکه در زحمات انجیل شریک باش مطابق قوت خدا. ببینید در مقابل تیموتائوس دیدگاه به وجود میاره. میگه تیموتائوس میخواهی به سال 2022 نگاه کنی، با این عینک به 2022 نگاه کن، برای اینکه این آن دیدگاه درستیه که تو باید داشته باشی. دنیا، اخبار، فیسبوک و اینستاگرام، اینها این دیدگاه رو در مقابل تو نخواهند گذاشت. این آنچه دیدگاه درستیش که باید دنیا رو از اونجا نگاه بکنی. در زحمات انجیل شریک باش مطابق قوت خدا که ما را نجات داد و به دعوت مقدس خواند، نه مطابق اعمال ما بلکه مطابق اراده خود و دوباره و آن فیضی که از ایام ازل در عیسی مسیح به ما عطا شد. اما اکنون آشکار گردید به ظهور نجات دهنده ما عیسی مسیح که مرگ را نیست ساخت و حیات و بی فسادی را آشکار گردانید به وسیله انجیل که برای آن من واعظ و رسول و معلم غیر یهودی ها گماشته شدم و از این جهت این زحمات را میکشم. از این جهت قوت دارم که این زحمات رو بکشم. نه فقط بکشم بلکه عار ندارم، چون میدانم به که ایمان آوردم. میدانم به که به ایمان آوردم. هیچ کس نمیتونه از من بگیره و مرا یقینه که او قادره که امانت منو تا به روز آخر حفظ کنه. این اون دیدگاهیه که باید به 2022 نگاه کنیم که وقتی به آخرش رسیدیم بگیم بله او امانت منو تا به آخر 2022 حفظ کرد. اولویت هامون رو درست بچینیم. با انشاءالله وضعیت درست نمیشه و شما خوب میدانید که روزهای آخر داره انجام میگیره. تمامی نشانه ها مشخصه. امسال وقتی که در مورد آینده صحبت بکنیم خواهید دید که چقدر ما به این قوت فیض نیاز داریم و خدا میخواد که ما رو سرشار از این قوت فیض بکنه، برای اینکه اتفاقا کلیسا برای روزهای آخر جوابه. من و شما اتفاقا برای این روزهای سخت باید جواب باشیم، باید امید رو پوشیده باشیم، ولی نه این امیدهای چاخان، نه این امیدهای تلقینی، نه یه چیز واقعی
که مردم ببینند که نگاه کن این شخص به خاطر این امیدی که داره حتی حاضر جونشو بده. عذاب میگه که از عذابها عار نداشته باش، شریک باش. و ما دعوتمون این هستش. بنابراین اولویت ها رو درست بچینیم و الا زمین میخوریم. شاید انتظار داشتید که یک پیام خیلی دوباره تشویق کنند و اینا بدم. نه، باید بیدار بشیم. باید اتفاقا بیدار بشیم و امید مبارک رو به شکل واقعی بگیریم در آن فیضی که در مسیح عیسی است سراور بشیم. خواهد سرپا بیستیم. میخوایم قوت قیامت او را بشناسیم. میخوایم بدونیم که به کی ایمان آوردیم. میخوایم یقین داشته باشیم. میخوایم قوت داشته باشیم، تحمل داشته باشیم، هدفمند بریم جلو امسال. برای این لازمه که زندگیمون روی اولویت‌های درست چیده باشه. پولس به فیلیپیان گفت ببینید اونهایی که زمین خوردن در چیزهای دنیوی دارن اندیشه میکنند، اولویت‌هاشون رو درست نچیده بودند. اگر نمیخواید زمین بخورید اولویتاتون رو درست بچینید. عزیزان، من دارم زنگ بیداری برای خودم و برای شما به صدا در میارم. امسال سال اینه که لااقل کلیسای شمال لندن در بیداری باشه. نمیگم در خوابه، میگم در بیداری کامل باشه. نمیگم قوت نداره، ولی میگم در قوت ادامه بده. و این لازم میاد که یک سری کارها رو انجام بدیم که در طول سال با هم دیگه این کار رو خواهیم کرد به فیض خدا. پس هر جور که خدا شما را هدایت کرد 2-3 دقیقه خودتون پیش خودتون فکر کنید. زمان خوبیه که میخواید چیکار کنید. سال 2022 رو میخواید چیکار کنید.